ما نمیشه به آدما بگیم که تو باید حالت خوب باشه بله. وقتی که حالش خوب نیست. تنها روانشناسی که جایزه نوبل اقتصاد رو برد میگه شما 1 ریال رو از یه نفر بگیرید، با اینکه 1 ریال رو که بهش بدید به یک اندازه رو روانش اثر نمیگذاره. وقتی 1 ریال رو میدی، در ازای 1 ریالی که میگیری خیلی بیشتر فرد متاثر میشه. وقتی داری از داشتش میگیری، تورم داره داشته های مردم رو میخوره، توقف رشد اقتصادی داره حافظه مردم رو نسبت به آنچه که انتظار داشتن و از بهتر بشه داره متوقف میکنه. اگر میشد همه اخبار رو بر مردم بست، مردم از هیچ جا خبر نداشته باشن، ما میشه به مردم بگیم اینجا بهترین زندگی رو دارید. یه ببین من رفتم نگاه کردم، این دوبه‌ای که الان داری میزنین تو سر من که از ما بهتره، این که 40 سال پیش که خیلی وضعش از ما بهتره. یعنی شما بهشون بگی حق ندارید، میگه خب پس قبلا که بهتر زندگی میکردم دیگه، چی شد الان اینجوری شد؟ میگه حافظه من که قطع نشده، منطقه ما همه اطراف ما وضعش بهتر شده. حتی افغانستان تورمش الان از ما خیلی بهتره. شما یه بانک مرکزی مستقل بذار، تورم کنترل کنی، تموم شد رفت. مردم ما میوه افتاده زیر درخت رو نمیخورن، مردم ما از شاخه میخوان بکشن بالا میوه بالایی رو بخورن. حالا شما هی بهش بگو نه این سیبه که پایین افتاده همون سیبه، میگه نه من اون سیب بالایی رو میخوام. و هم روانشناسا هم جامعه شناسا هم اقتصاددانا میفهمنش. نمیدونم چرا اونایی که باید بفهمن نمیفهمنش.